سلام، چطورین؟ اولین چیزی که میخوام بگم اینه که من هیچ استعداد خاصی توی کار کردن با خمیر ندارم، اما نشسته بودم داشتم با خودم فکر میکردم که چرا فقط باشون بخوایم مثلا فیگور و اینجور چیزا درست کنیم. میشه چیز کاربردی هم باشون درست کرد با همین خمیرای ساده که به ذهنم رسید باش جاودی درست کنم. واقعا هیچ ایده‌ای نداشتم اون اول، همینجوری واسه خودم پیش رفتم تا یه طرحی در بیاد. ولی موضوعی که پشت کاری که دارم انجام میدم هستش چیه؟ اکثر اختلالات و مشکلاتی که ما بهشون برمیخوریم مثل افسردگی، وسواس، مثل اضطراب، حتی به خاطر این هستش که آدما دوست دارن یه دستاوردی داشته باشن. شما برای اینکه نمره خوبی بگیری اضطراب میگیری، شما برای اینکه پول بیشتری به دست بیاری افسردگی میگیری و یه حقیقت آدما دنبال دستاورد کسب کردنن. هر موقع میبینین انرژی ندارین، حالتون خوب نیست، معمولا به خاطر اینه که حس میکنین دستاورد خاصی نداشتین و بهترین کار برای مقابله با این حس اینه که یه چیزی رو خلق بکنین، یه کار مفیدی رو انجام بدین. فرقی نمیکنه اون کار چی باشه. من توی این ویدیو و با توجه به شخصیت خودم کار کردن با خمیر رو انتخاب کردم. همونطور که گفتم استعداد خاصی توی این زمینه ندارم، فقط خواستم یه چیزی رو به وجود بیارم و یه حس خوبی به دست بیارم از این کارم. البته اینم بگم و درست کردن دستات زیباییش و همون نامتقارن بودن و یونیک بودنش. اگر شما از این موضوع لذت نمیبرین ممکن دچار کمالگرایی هم باشین که دوست دارین همیشه یک دست و متقارن باشه. احتمال خیلی زیاد بعداً راجع به کمالگرایی هم ویدیو میذارم. همین دیگه، ارزش چنین کارایی رو نادیده نگیرین. خلق کردن هر چقدر کوچیک و ناچیز باشه انرژی و انگیزه درونی شما رو چندین برابر میکنه و امید به زندگیتون رو بیشتر میکنه. اگر دوست داشتین سابسکرایب هم کنین، لایک و کامنت هم بذارین که ممنونتون میشم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدافظ.